عزیز گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ولایت ختلون به ناحیه دنغره تشریف آوردند. هدف تشریف سرور دولت محترم امامعلی رحمان آغاز بخشیدن به فعالیت یک زمره انشاءات نو، شناسایی با رفت جمع‌آوری حاصل و گذرانیدن کشت تکراری و ملاقات با فعالان می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره نخست بینای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 را افتتاح نمودند. بینای نو مؤسسه تعلیمی از 2 قسم و 4 آشیانه عبارت بوده، مساحت عمومی قطعه زمینی آن نزدیک 2 گکتار را در بر میگیرد. در مجموع بینای نو مؤسسه تعلیمی برای 1240 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. مؤسسه نو تعلیمی دارای اتاق‌های فنی فیزیک، کیمیا، بیولوژی و کامپیوتری می باشد که آنها با 25 عدد کامپیوتر، 24 جفت میز و کرسی و تجهیزات لابراتوری برای گذرانیدن آزمایش‌های تأمین گردیده است. فراهم آوردن شرایط امکان می‌دهد که هوسمندی نسل نورس در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای از خود کردن علم‌های دقیق بیشتر شود. در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، صنفخانه‌های تعلیم مهنت برای دختران با دستگاه‌های ادرس بافی، قالین بافی، ماشین‌های دوزندگی و صنفخانه‌های تعلیم مهنت برای پسران با اسباب‌های دوریدگری، تخته‌بری و کارکرد آهن مجهز گردانیده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفتن بینای نو مؤسسه تعلیمی را در دایره سیاست اجتماعی حکومت مملکت برای رشد ساحه معارف مهم ارزیابی نموده، نسل نورس را با استفاده از چنین شرایط معاصر برای آموزش علم‌های زمانوی هدایت کردند. برای بلند برداشتن قابلیت ذهنی خوانندگان، مؤسسه دارای صنفخانه‌های شاهمات، تالاری ورزشی زمانوی با 100 جای نشست، آشخانه برای 60 نفر، مجلسگاه با 150 جای نشست و کتابخانه با 20 جای نشست می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به طرح بنیاد بنا بهای بلند داده، آموزگاران را برای استفاده پوره از امکانیت و مسئولیت شناسی جهت تعلیم و تربیت نورسان وظیفه‌دار نمودند. همچنین با مقصد ارجگذاری به مقدسات ملی در صحن مؤسسه در بلندی 17.5 متر پرچم برافروخته شده، گرد و اطراف آن با ساخت معماری زمانوی آرا داده شده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون بینای نو شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنغره را مورد استفاده قرار دادند. بینای شعبه حفظ محیط زیست با طرح معاصر و نقش و نگار ملی ساخته شده، تحفه ارزنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن پر افتخار ملی 30 سالگی استقلال دولتی برای کارمندان و متخصصان این نهاد به حساب می رود. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای معمولی از 5 آشیانه، تخانه، 25 اتاق کاری، مجلسگاه با 68 جای نشست، آثارخانه، تشخیصگاه، کتابخانه، مهمانخانه، موضع زیبا برای استراحت و مشغولیت‌های ورزشی سبک، اینچنین دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه اکتبر سال 2018 آغاز شده، فرمایشگر کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. در رفت کارهای ساختمانی 70 نفر کارگران و متخصصان محلی اشتراک کرده، آن در مهلت پیش بینی شده با صفت بلند معماری به استفاده داده شد. پرزیدنت مملکت ضمن شناسایی به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، جهت راه اندازی تدبیرهای ترغیباتی در بین اهالی برای تازگی محیط اطراف و حفظ عالم نباتات و حیوانات نادر تاجیکستان به مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. در همین جا با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان گوشه عالم حیوانات و نباتات و امکانیت‌های اکولوژی تاجیکستان که در آن حیوانات نادر و پرنده‌های زیبا به طور صنعی ساخته شده است معرفی گردید.
در کتابخانه شعبه گوشه پرزیدنت تأسیس داده شده. در آن اثرهای ماندگار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کتاب‌های تازه نشر علمی و بدیعی که بیش از 2000 عدد را در بر می‌گیرند جمع آوری گردیده است که از این شرایط کارمندان می‌توانند با ثمر استفاده نمایند. در دایره کارهای آبادانی گرد و اطراف بینای مذکور سفالک پوش گردیده، گل‌های رنگارنگ موسمی و زیاده از 100 بیخ نهال درختان آرایشی شنیده شده است که به نمای بیرونی بنا زیبایی خاصه ضم می‌کند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات کارز ناحیه دنغره مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی را افتتاح نموده با شرایط کاری و خدمت‌رسانی انشاءات مذکور شناس شدند. مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی ناحیه دنغره در پرتو دستور و سپارش‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تنتنه‌ها با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی فرخ سمیزاده بنیاد گردیده دارای شرایط تعلیمی می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از شرایط معاصر مؤسسه نو تعلیمی و صحبت صمیمی با آموزگاران تاکید نمودند که در شرایط پیشرفت علم و تکنیک بهتر نمودن شرایط خوب تعلیمی و در این زمینه آماده نمودن متخصصان کسبی در ساحه تندرستی مملکت مهم می باشد و در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری مرحله به مرحله عملی می گردد. مؤسسه امکان قبول 720 دانشجو را در یک بست داشته، در آن دانشجویان از روی 4 اختصاص از جمله کار همشیرگی، فارماسیفتی، مامادایگی و کار دندانسازی آماده کرده می شوند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای آغاز کارهای ساختمانی بینای نو خوابگاه برای 320 دانشجو سنگ اساس گذاشتند. از روی طرح بینای خوابگاه 9 آشیانه ساخته شده، آن با تجهیزات ضروری از جمله حجره‌های بر هوا، رخت خواب، جیوان و دیگر دستگاه و تجهیزات مهم تأمین کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکار وطنی فرخ سمیزاده را برای سهم گذاشتن در تدبیرهای آبادانی شایسته تحسین خواندند. گرد و اطراف بنا در دایره تدبیرهای آبادانی با درختان سایه افکن و گل‌های رنگارنگ موسمی و همیشه سبز آرا داده شده، نمای شبانه انشاءات با نصب چراغک‌های روشنی دهنده به سیمای ناحیه زیبایی دیگر ضم نماید. در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غرغره دهات کارز ناحیه دنغره کارگاه استحصالی مکران و کارکرد میوه و سبزیجات اگنتی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. در انشاءات نوبنیاد 20 نفر متخصص وطنی فعالیت می‌کند. در کارگاه مذکور نوشابه، شربت، مربا در مجموع بیش از 14 نمود محصولات از زردآلو، شفتالو، آلوچه، سیب، خرما، پامیدور و غیره استحصال می‌گردد. اینچنین خطهای تکنولوژی امکانیت می‌دهد که از حساب ذخیره‌های کنسنتراتی میوه‌های وطنی و با وارد نمودن کنسنترات میوگی‌های تروپیکی از قبیل اپلسین، ماندارین، مانگو و دیگر میوه‌های سیتروسی در همه فصل سال استحصال شربت‌های گوناگون به راه مانده شود. دستگاه و تجهیزات کارگاه استحصالی از جمهوری اوکراین آورده شده است. به خاطر ذخیره محصولات استحصالی کارخانه انبارها بنیاد کرده شده است که امکان می‌دهد در همه فصل سال محصولات جوابگوی طلبات و دارای صفت بلند پیشنهاد ساکنان گردانیده شود. بناهای استحصالی و انفراستراکچور آن مطابق با طلبات زمان معاصر بنیاد کرده شده، دارای امکانیت مساعد کار و فعالیت میباشد. همچنین در این روز نمایشگاه محصولات استحصال شده کارگاه و کارخانه‌های استحصالی اگنتی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل گردید. سرور دولت ضمن افتتاح انشاءات و شناسایی با محصولات استحصالی مسئولان را وظیفه‌دار نمودند که به صفت کارکرد محصولات توجه بیشتر داده با استفاده از امکانات موجوده و دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه را تأمین سازند.
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غرغره دهات کارز ناحیه دنغره با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی کارخانه استحصال روغن جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض علی را به استفاده دادند. این شد از جانب صاحبکار محلی فیضعلی زاده سیفالدین در دایره تطبیق هدف چهارم استراتژی حکومت کشور صنعتی کنونی با سرعت مملکت بنیاد کرده شده است. اقتدار لایحه‌ای کارخانه استحصالی در یک شبانه روز کارکرد 25 تن اشیای خام و آماده نمودن 3.5 تن روغن می باشد. پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه استحصالی روغن جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض علی 25 نفر ساکن محلی با جای کار تامین کرده شد. خط استحصال روغن از دیگ‌های بخاری، سیخ روغن تازه‌کنی، آماده نمودن قوطی‌های پلاستیکی و بعد عبارت بوده روغن رستنی در ظرف‌های پلاستیکی 1، 2، 3 و 5 لیتره جای کرده می شود. کارخانه با مقصد تأمین طلبات ساکنان با محصولات استحصالی خودی و دارای صفت بلند تأسیس داده شده. در آن از زغیر، ربس، آفتاب پرست، سیاه‌دانه و چیگید روغن استحصال کرده می شود. موافق نقشه پیش بینی شده اشیای خام برای استحصال روغن جوابگوی طلبات در اساس شرطنامه‌های همکاری از خواجگی‌های کشاورزی دسترس کرده می شود. دستگاه و تجهیزات کارخانه از شرکت‌های با نفوذ فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین وارد کرده شده است. بعد افتتاح کارخانه سرور دولت در نمایشگاه با محصولات استحصالی کارخانه شناس گردید. اطلاع داده شد که روغن در کارخانه استحصال شده دارای صفت بلند بوده با محصولات استحصال کارخانه‌های وطنی و خارجی رقابت پذیر می باشد. به خاطر زیبایی محیط همزمان کارگران کارگاه اطراف انشاءات استحصالی را سفالک پوش کرده گل و بوته و نهال‌های سایه‌افکن و آرایشی شنانیدند. بنا با طرح و اسلوب خاص معماری بنیاد شده گرد و اطراف آن چراغان گردیده است. در همین جا همچنین به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان لایحه بنیاد کارگاه مواد شستشویی معرفی کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح انشاءات و شناسایی از لایحه نو کارگاه صنعتی اقدام سازنده صاحبکاری وطنی را شایسته تحسین خوانده تاکید داشتند که بنیاد چنین کارخانه‌های استحصالی در برابر تأمین بازار استعمالی، فراهمسازی جایهای نو کاری همزمان به کارکرد محصولات وطنی زمینه گذاشته با این وسیله سطح اقتصاد ملی نیز بلند برداشته می شود. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غجاوک دهات پوشینگ ناحیه دنغره مؤسسه کسبی اجتماعی خصوصی طبی و مرکز برقرارسازی نور طب را به استفاده سپاریدند. این شد از جانب صاحبکار محلی محمد و بختی‌نسا و استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد کرده شده است. این شد از تهخانه و 6 آشیانه عبارت بوده در میدان 1.7 گکتار زمین در کوتاه‌ترین مهلت جوابگو به طلبات زمان معاصر بنیاد کرده شده است. در آشیانه یکم بنا نقطه قبول بیماران، 3 حجره آزمایشگاه، حجره‌های اولتراسدا، امراض درونه، جراحی، دندان درمانی، داروگذرانی، حجره ختنه، بیماری‌های قلب، حجره زنانه و حجره‌های کاری همشیره کلان طب جایگیر می‌باشد. آشیانه دوم بنا از حجره تولد و بیماری‌های زنانه، حجره نوزادان، 2 حجره بعد تولد، 7 کت خواب، حجره تشخیص بیماران و حجره داروگذرانی عبارت می‌باشد. در آشیانه سوم حجره جراحی، 2 حجره بعد جراحی، حجره داروگذرانی، حجره زخم‌بندی، 6 حجره با 12 کت خواب موجود است. آشیانه چهارم بنا برای بیماران امراض درونه پیش بینی شده از حجره طبیبان، حجره‌های داروگذرانی، فیزیوتراپی، 9 حجره برای بیماران با 18 کت خواب و جای برای استراحت بیماران عبارت می باشد. آشیانه پنجم بنا برای برقرارسازی سلامتی فیزیوتراپیستی مخصوص گردانیده شده است. در آشیانه ششم در صنفخانه‌های علم آموزی کامپیوتری با 15 عدد کامپیوتر و حجره آموزگاران با فراگیر زیاده از 150 نفر دانشجو شرایط فراهم آورده شده است. در تخانه بنا 3 حجره بخش‌های رانندگی با 40 جای نشست،
حجره‌های لایدرمانی در مساحت 200 متر مربع جایگیر میباشد. علاوه بر این در پهلوی بینای اساسی بینای 4 آشیانه ساخته شده است که در آشیانه یکم آشخانه، داروخانه، حجره گیاهدرمانی و حجره ناظر منطقوی جایگیر میباشد. در انشاءات 60 جای خواب برای آموزگاران و دانشجویان موجود است. ضمن با استفاده سپاریدن انشاءات، سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام بنیادکارانه صاحبکار وطنی را شایسته تحسین خوانده به صفت کارهای ساختمانی، شکل و اسلوب و دیگر تدبیرهای انجام یافته بهای بلند دادند. پرزیدنت مملکت متخصصان ساحه تندرستی را برای در سطح بلند به اهالی رسانیدن خدمت رسانی طبی هدایت کردند. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. سلامت باشید.